روز یکشنبه 11 اپریل رای دهندگان قرغیز از توسعه صلاحیت‌های پرزیدنت کشور پشتیبانی کردند. در این معرکه 36% مردم دارای حق رای دهی اشتراک ورزیدند که از بین آنها 80% از قبول کنستیتوسیای نو دستگیری کردند. تغییر کنستیتوسیا از طرف پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف که تیر ماه سال 2020 سر قدرت آمده است پیشنهاد شده بود. در اساس کنستیتوسیای نو پرزیدنت قرغیزستان امکان خواهد داشت که بار دوم به کرسی ریاست جمهوری انتخاب شود. او همچنان حق پیدا میکند که تعیین هیئت حکومت را بر دوش بگیرد، منصبداران استانها را تعیین و برکنار کند، انتخابات پارلمانی و محلی را برپا نماید، نظرخواهی عمومی مردمی مقرر کند و در حالت ضرورت وضع فوق‌العاده جاری نماید. اکنون شماره اعضای پارلمانت قرغیزستان از 120 تا به 90 نفر کاهش می‌یابد و وکالت نمایندگان مردمی نیز محدودتر خواهد شد. به قول پرزیدنت قرغیزستان کنستیتوسیای نو به حاکمیت داری بی سر و سامان سالهای اخیر خاتمه بخشیده نظم و ثبات قرغیزستان را برقرار خواهد کرد. در عرفه برگزاری رفراندوم شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کردند که تغییر کنستیتوسیا در قرغیزستان بالانس و یا موازنت میان شاخه‌های حکومت را از بین برده آزادی‌های شخصی را محدود می‌کند.